قاعده 86 صفات و افعال خالق را تمثیل و تشبیه نکنیم. در عقیده وقتی که آمدیم یکی قاعده اساسی در صفات و افعال الله همی هست که لیس کمثله شیء، هیچ کسی مثل الله نیست، نه در ذاتش نه در صفاتش نه در افعالش. فهمید یعنی هیچ کسی مثل الله نیست در ذاتش و در صفاتش و در افعالش. همین آیات قرآن کافی و شافی هست برای فهمیدن عقیده درست قرآن و سنت. خلاص پس وقتی که هیچ چیز نیست اینال ما تشبیه هم نمیکنیم صفات الله را و افعالش با صفات مخلوق و برعکس از این هم نمیکنیم. فهمید یعنی نه صفات و افعال الله را به مخلوق تشبیه میکنیم و نه صفات و افعال مخلوق را به الله تشبیه میکنیم. پس اردوی از این چی میسته؟ یعنی تمثیل و تشبیه نمیکنیم. بعض علما میگن که تمثیل و تشبیه شما دو اصطلاح را استعمال کردین، آیا اردوش یکیست یا با هم فرق دارن؟ بعضی علما میگن که الفاظ مترادف است، معنایش یکی هست، یعنی تمثیل و تشبیه با هم فرق ندارن. و بعضی علمای دیگه میگن که نه، تمثیل مساوات بین دو چیز در تمامی امور است و تشبیه بین بعضی صفات است. یعنی اگر یک نفر دو چیز با هم 100% تشبیه کنه او رو تمثیل میگن. این مثل عزیز 100% این رو تمثیل میگن در عربی. و تشبیه چی رو میگن که این در بعض صفات مثل ازوار است. فهمیدی یا نه؟ مثلا فلانی شخص چشمایش مثل فلانی شخص وارد، این رو تشبیه میگن. تمثیل چی رو میگن؟ که بگوی فلانی شخص دو تا بیادرات دوگانگی هستن، بیخی 100% یکی مثل دیگه وارث، پدرش هم نمیفهمه مادرش هم نمیشناسه، این رو چی میگن؟ تمثیل میگن. پس ما و شما مسلمان ها وقتی در صفات خالق متعال بحث میکنیم، اینجا قاعده ای است که صفات الله را با صفات مخلوق یا برعکس از او صفات مخلوق با صفات الله نه تشبیه میکنیم و نه تمثیل. فهمیدی یعنی؟